پرایس اکشن، همون چیزی که فکر می‌کردم برای سودآور شدن بهش نیاز داشتم. الگوهای کندلی، الگوهای کلاسیک و نواحی مهم قیمتی. مو به مو همه رو حفظ بودم. مدت‌ها بک تست گرفته بودم. همه چیز به نظر عالی میومد. دیگه وقتش شده بود که با حساب واقعی معامله کنم و درآمد خودم رو شروع کنم. اما لایو بازار اصلاً به اون چیزی که من حفظ کرده بودم اهمیتی نمیداد. معامله من استاپ می‌خورد و بازار به سرعت به سمت تارگت حرکت می‌کرد و یا قبل از رسیدن به تیپی دو بازار توی کندل برگشت می‌کرد و کل سود من از بین میرفت. چون به روش و سیستمی که داشتم اعتماد نداشتم، همیشه با استرس معامله می‌کردم و کار رو خراب می‌کردم. دیگه کلافه شده بودم، داشتم به این نتیجه می‌رسیدم که از ترید شغل در نمیاد. تا اینکه فهمیدم نگاه من به بازار سطحی بوده و من می‌خواستم با ابزارهای مقدماتی بازار و ساختارش رو درک کنم. معلومه که نمیتونستم. وقتی با امواج الیوت آشنا شدم فهمیدم که بازار یک زبانی داره و پشت هر حرکت بازار یک منطقی نهفته است. اونجا بود که تحلیل تکنیکال برام معنا پیدا کرد. حالا فهمیدم چیزایی که قبلا یاد گرفته بودم چه نوع استفاده‌ای دارن. حد ضرر و حد سود درست رو دقیقاً کجا باید قرار بدم و معنی واقعی سود از بازار چیه. من اینجام تا کمکت کنم تو مسیر درست رو بری.